سوال دیگری که در اینجا آمده است گفته است که بابا جان به خاطر زیباگی نزد شوهرهامون میجه میچسبانیم، لبهامون به واسطه سوزندارو غوص میکنیم، آیا جایز هست یا نه؟ خواهر سوال کرده است برادران عزیز که برای خاطری مقصد شوهرهام یا برای گویم هوسمند کردن شوهرهامون یا برای دل اونها را به دست گرفتن ما، اگر ما بالای همین میجه ها ماندن میجه چسبونیم یا بالای مثال گویم همین لبه هایی که هست همین ها را با واسطه سوزندارو مثال غوص میکرده، آیا همین جایز هست یا نه؟ نه خواهرای عزیز، جایز نیست. اگر شما نگاه کنین سوره نسا را ببینین، سوره نسا خود همین سوره که درباره زنها آمده است. نسا یعنی یگانه سوره که به نام زنها سوره نازل شده است. در آیت 119 الله مهربان میگه که فلا یغیرن خلق الله، ببینین فلا یغیرن خلق الله، وقتی میگه الله مهربان شیطانه که از همون مقام و منزلت مرتبه که داشت مردودش کرد و ملعونش خواند و او را از همون جای و بگیم شرایطش وقتی که پیشش کرد از الله مهربان مهلت خواست که مرا تا روز قیامت عمرم بده. الله مهربان دعاش قبول کرد. بعد از آن گو مادامی که من از پشت همین فرزند آدم که از همه جا و شرایطم که محروم شدن، یکی از وعده هایی که پیش الله دا گذاشت این بود که من در آن خلقتی که در آن آفرینشی که تو برای بندگانت کرده من تغییرات میدارم. بینین یعنی وقتی من میجه میچسبانم تغییرات میشود در خلقت الله، در او فطرتی که الله مهربان برای ما و شما گذاشته است من تغییرات وارد میکنم. یا اینکه همون لبه هایی را که مثال ما و شما با سوزنداران وقتی که همون سوزندارو را وقتی داخل میکنن و لبه ها را غوص میکنیم، این هم تغییرات در حسن الله مهربان دادگی میشود. به این خاطر برادرای عزیز و خواهرای عزیز گوییم هیچ وقت این عمل برای شما جایز و روا نیست. لیکن دان خواهرای عزیز، من چیزی را که دین، هر چیزی را که اسلام وقتی من میکنه به فایده جانتای، از هر چیزی که الله مهربان اجازت داد به فایده جانتای. بینین همون نفرهایی که در چشمهاشون هر چیزهایی میگذارن، عاقبت بینیم خواهرای عزیز همون چشمها به یگان درد و به یگان آفت مبتلا میشوند. یا همون نفرهایی که بینین حتی مقصد لبه هاشونه، پیشوی براشونه، دیگر مثال عضوهاشونه تغییرات میدارن، همشون به هر بیماری های وزنین گرفتار شدن. برای همین من خواهرای عزیز چیزی که شریعت اجازت نمیتید من نمیتونم که برای شما گویم اجازت های. و ایلا اگر یک بار نظر کنیم به زنهای پیامبر نازنین من، مادراتون بگیم، به زنهای مثال اصحاب پیغمبر، به یگان مقصد همون لبه های غوثشون، به همون میجه های گذاشتگیشون، به همون پیشای برشون بلند کردن،
چی زنهای زیبایی بدن، چی زنهای خوبی بدن، چی فرزندهای بهترینی را به دنیا آوردن خواهر عزیز که نامشان تا امروز در کتابا ثبت هست. تا امروز نامهاشون ما میشنویم، میگیم الله رحمت و مغفرتشون کنه. برای همین من میگویم که بهترین خواهر عزیز، زیبایی شما برای زن این سخن خوبی شما هست. زیبایی شما برای مرد این فعل خوبی شما هست. بهترین زیبایی شما برای مرد این حرمت شما برای شوهرها هست. اگر چنده که شما خودتان هرچی زینت دین، لیکن در تو زبان شیرین نباشد، در تو حرمت شوهر نباشد، در تو مثال قدردانی شوهر نباشد، بینین مقصد این زیبایی شما هم یعنی هیچ وقت دیگه بگیم به نفع شما نیست، به فایده شما نیست. شیخ سعدی را الله رحمت کنه میگفت ببر از پری چهره زیشت خوی، زنی دیو سیمای خوش طبع جوی. حضرت ابین ببر از پری چهره زیشت خوی. اگر یک پری چهره باشه و لیکن زیشت خوی هست، بین فعلی بد داره، زبانی بسیار بد داره، رفتاری بد داره، بسیار یک زنی دلگیره، شیخ سعدی میگه ببر از پری چهره زیشت خوی. با او مقصد زندگی نکن، با او حیاتت مقصد ضایع نکن. چیکار کن؟ زنی دیو سیمای خوش طبع جو. یک زنی که دیو سیما باشه، دیو سیما به معنای بدروه، بین زینت نداره لیکن خوش طبعه، بسیار عادت خوب داره، فعل خوب داره، سری خم داره، حرمت داره. شیخ سعدی میگه با او زندگی کن. برای خواهرای عزیز، منم از جانبداری شیخ سعدی همین گفتنیم که زیبایی شما در اینه و هیچ وقت برای خاطر شوهرم شما حق ندارین که در حسن خدا دادگی تغییرات درارید. اگر شوهر شما را مجبورم کند، حق مجبور کردن هم ندارد و شما اگر سخنش ردم که کنین، شما گناهگار نمیشید.